سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 5 نوامبر تقدیم میکنیم. رئیس شورای حقوق بشری نزد رئیس جمهوری روسیه میخائیل فدوتوف قضیه از مادر جدا کردن طفل 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظرف را یک جنایت خوانده است. فدوتوف با رسانه‌های روسیه گفته است دادگاه مشخص خواهد کرد که در مرگ عمرعلی کی عیبدار است، ولی با باور از حالا معلوم است که تصمیم پلیس برای از مادر جدا کردن طفل یک جنایت بود. در همین حال جانب تاجیکستان میگوید که از طرز تحقیق قضیه مرگ مرموز عمرعلی نظرف 5 ماهه از جانب مقامات تفتیشاتی روسیه ناراضی بوده، میخواهند اعتراض خود را به دادستانی و کمیته تفتیشاتی ارسال کنند. مایه نارضایتی کنسولگری افتخاری تاجیکستان در سنت پتربورگ همراه با عائله نظرف ها تحقیق منصفانه و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ نوزاد را طلب دارند. این است که آنها تلاش دارند خود و والدان را مسئول مرگ طفل اعلام کنند. جبردیده ها میگویند تمامی مسئله در این است که پلیس نمیخواهد مسئولیت مرگ این طفل را به دوش خود بگیرد و از آغاز با پخش گزارش‌های رسمی گفته است که عمرعلی از بیماری راههای نفس درگذشت. عمرعلی نظرف بعد آن به هلاکت رسید که در یک اداره پلیس شهر سنت پتربورگ روز 13 اکتبر از دست مادر موقتا بازداشت شده‌اش جدا کرده شد. احتمالاً در آینده نزدیک در تاجیکستان قشر کمبیزاعتی جامعه در پرداخت پول برق، امتیاز و یا سبوکی به دست می آورد. کمیسیون ویژه‌ای که با توسعه بانک جهانی تأسیس شده است حالا به آموزش وضع مالی و اقتصادی خانواده ها در تاجیکستان مشغول است. با عضویت این کمیسیون مسئولان وزارت های تندرستی و مالیه و شرکت برق تاجیک شامل شدند. قرار است فهرست افراد کمبیزاعت از جانب رهبران جماعت‌های نواحی دوردست کشور ترتیب داده شود. یک سازمان در قزاقستان تشکیل کنتینگنت پاسدار صلح در آسیای مرکزی را پیشنهاد کرده است که زیر چتر سازمان ملل متحد و با شرکت بریگادهای نظامی 5 کشور آسیای مرکزی عمل خواهد کرد. در ملاقات در آستانه سابقه‌دار جنگ در مرز تاجیکستان و افغانستان در سالهای 1990 گفت که کنتینگنت منطقوی با چالش‌های داخلی و بیرونی مقابله خواهد کرد. این پیشنهاد از زبان مراد محمدجانов رئیس اتحاد سابقه‌داران جنگ در مرز تاجیکستان و افغانستان صدا داد که در قزاقستان عمل می‌کند. درخواست این سازمان به عنوان نخست وزیر و رئیس شورای امنیت ملی قزاقستان ارسال شده است. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان برای کمک به حکومت قزاقستان حدوداً 8000 نظامی را سفربر کرده بود، از میان آنها 32 نفر جان دادند. هیئت اعضای پارلمان اروپا که به تاجیکستان تشریف آورده است در ملاقات با پرزیدنت امامعلی رحمان تاجیکستان را شریک خوب با اعتماد و سازنده خویش در آسیای مرکزی نامیده است. این هیئت به رهبری ایوتا گریگولی برای شرکت در جلسه 4 همکاری‌های بین پارلمانی تاجیکستان و اروپا به دوشنبه آمده تا 6 نوامبر چند ملاقات دیگر را نیز برپا خواهد کرد. در برابر دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس پارلمان، هیئت وکیلان اروپایی امروز با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان هم دیدار و گفتگو کردند. اتحاد اروپا با تاجیکستان از سال 1992 همساله با مقصد کمک در پیشرفت این کشور تقریباً 25 میلیون یورو کمک فراهم می‌آورد. در دوشنبه کتاب نو محقق و شاعر تاجیک رستم وهاب زیر عنوان درست بنویسیم معرفی شد. در این تحقیقات دانشمند معروف مشکلات زبان معاصر تاجیکی و طرز نوشت و بیان غلط و راه افتاده را مطرح کرده است. در محور توجه مؤلف اشتباه‌های رایج در زبان و کلام مطبوعات، تلویزیون و رادیو، ادبیات علمی و بدیعی قرار گرفته است. بسیار یک مورد فرا رسیده است که اکنون سر این نه اینکه یک تن دو تن یک مثل رستم وهاب و تمام آن جامعه باید سر این اندیشه کنیم. مؤلف با تأسف میگوید که کتابی که میتواند به اصلاح زبان ادبی گفتگویی و هم خطی صاحبانش مساعدت کند تنها با تعداد 500 نسخه نشر شده است و ناکافی میباشد. در گذشته تلاش همسان را برای مساعدت در اصلاح زبان کاربران آن بخصوص زبان مطبوعات دانشمند دیگری معروف اکتم خالق نظر در کتاب غلط می نویسیم
انجام داده بود. و برای دریافت این ویدیو و خبر و گزارش‌های بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.